سلام ورزشکارای عزیز، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. آقا امروز یه ویدیو خیلی مهم داریم. ویدیو در مورد اینه که چجوری چربی های کبدم رو از بین ببرم. این مشکل بیشتر جامعه‌مونه. امروز میخوایم این مشکل رو به طور کامل حل کنیم. اگه تو هم میخوای اطلاعاتی در مورد این زمینه زیادتر بشه، این چنل رو ساب کن، چون هر روز ویدیوهای خیلی خفنی داریم. بدون معطلی ویدیو رو شروع میکنیم. خب بچه‌ها، کسایی که کبد چربی دارن به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول کسایی هستند که فقط کبد چربی دارن و این کبد چرب به هیچ جای دیگه از بدنشون ضربه وارد نکرده. و دسته دوم کسایی هستند که این بیماری کبد چرب به قلبشون ضربه وارد کرده. دسته اول باید رژیم غذایی خیلی خوبی داشته باشن و در کنارش تمرینات هوازی با سرعت متوسط و خیلی طولانی رو داشته باشن. چرا طولانی؟ ببینید، وقتی که شما توی اوایل تمرینات هوازیتون هستین قند رو میسوزونید. چرا؟ قند منبع خیلی بهترین، یعنی بهترین منبع انرژی واسه عضله است که اوایلش وقتی که شما در این تمرینات هوازی انجام میدین، بدن اون قند توی عضلات رو میکشه و به انرژی تبدیل میکنه که شما بیشتر بدویی. وقتی که قند توی عضلات تموم شد، بدن میره سراغ قندی که توی پانکراس و کبد وجود داره و اون قند رو میکشه و تبدیلش میکنه به قند توی عضلات و اونم از بین میره. حالا بدن توی این لحظات که خیلی شما خسته این، توی لحظه زونید، بدن همون لحظه تغییر متابولیسم میده، یعنی سویچ متابولیسم میکنه از قند سوزی به چربی سوزی. این لحظه طلاییه. وقتی که بدن اون لحظه میخواد چربی بسوزونه، فوق العاده شما خسته این و باید ادامه بدین. وقتی که شما این تمرینات هوازی رو ادامه میدین، بدن مجبور چربی رو بسوزونه، چون تنها منبع انرژی که واسش باقی مونده چربیه. همون لحظه بدن میره چربی رو میسوزونه. روند تمرینات هوازی واسه دسته اول از افراد همین جوریه، به همین سادگی که دیدیم. خب بچه‌ها، دسته دوم از افراد کسایی هستند که بیماری کبد چرب به قلبشون ضربه زده. ببینید، اونا باید کار متفاوتی رو انجام بدن. چجوری؟ اونا باید رژیم غذایی رو که هیچ داشته باشن و در کنارش هم تمرینات هوازی هم انجام بدن، اما متفاوت. چجوری؟ نباید خیلی شدتشون زیاد باشه، خب، و نباید خیلی هم طولانی باشه که به بدنشون ضربه بزنه. اونا باید پله برن جلو. اون کسی که فقط کبد چرب داره میتونه انرژی فوق العاده زیادی رو مصرف بکنه تا به نقطه زون برسه. اما اینجور افراد باید قند رو توی بدنشون بسوزونن و با رژیم های غذایی اون چربی رو توی بدنشون بسوزونن. یعنی معکوس دسته اول، اونا باید رژیم غذایی رو مصرف بکنن که چربی رو بسوزونن و در کنارش هم قند توی کبدم بکشن بیرون و به مرحله چربی سوزی هم میرسن با رژیم غذایی که دارن. هشدار، اونا باید، خب، نباید، اصلا نباید تمریناتشون نباید اصلا سنگین باشه و اصلا نباید تمریناتی مثلا ما و شما داشته باشن که فوق العاده مثلا یه هالتر بیسکولی بردارن جلو بازو باش بزنن و کلی فشار زیاد به بدنشون وارد بشه. اونا قلبشون مشکل داره. پدر منم همین جوریه. من همیشه بهش میگم بیا بریم نیم ساعت یه ذره بدویم، وقتی که دویدیم میایم خونه. همین، هر روز این کار رو انجام میدیم تا میتونیم غذای رژیمی مصرف کنیم، اما اون به من گوش نمیده و هر روز داره حالش بدتر میشه. خواهشاً شما رعایت کنید که این بلاها سرتون نیاد. خب بچه‌ها، امیدوارم از این ویدیو کلی لذت کافی رو برده باشین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اگر هر سوالی راجع به موضوعات فیزیک، فیتنس بدن داشتی، توی ویدیو واسم کامنت کن تا من هر چه زودتر ویدیوشو واسط بسازم. خیلی ممنون ویدیو رو دیدی. میبینمتون به زودی. خدا نگهدار.